سال 2019 از سمت تامین طرز حیات سالم از جانب ریاست 564 مقرری موافقت 2187 چاره‌بینی‌های عمومی ورزشی 102 عکس ولایتی تحت عنوان جوانان جانبدار طرز حیات سالم و 29 سمینار ترینینگ‌های آموزشی برگزار کرده شد که در این چاره‌بینی‌ها موضوعهای اطلاعاتی بین جوانان نایب به پیشگیری‌های پدیده‌های نامطلوب تقسیم کرده شد. در این دوره از جانب ریاست و بخش‌های کار با جوانان و ورزش چند ناحیه‌های ولایت در همکاری با سازمان‌کاران خیرخواهی وطنی 833 نفر جوانان معیوب و کم‌ظاهر و مبلغ 112164 سومانی یادداشت کرده شده. این سخنرانی سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت میرزا قاسم کریمزاده بود که وابسته به فعالیت ریاست مذکور دوام سال 2019 به روزنامه‌نگاران حسابات داد. نامبرده افزود که شماره جوانان در ولایت سوخت 906500 نفر را تشکیل می‌دهند. تعداد خدمتچیان دولتی باشند از حساب جوانان در دوره مذکور 669 نفر را در بر می‌گیرند. در ادامه نشست مطبوعاتی گفته شد که دوام سال 2019 از جانب جوانان 1353 عدد جنایت صادر شده است که نسبت به سال گذشته 68 حالت زیاد می باشد. زیادشوی جنایتکاری اساساً در شهر و ناحیه‌های استرافشان 42 عدد، سپیتامین 24، اشت 11، بوستان 11، عینی 7 عدد، خوجند 4 عدد و مسچوهی کوهی 2 عدد نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد شدند. شهر ما ولایت ما جمهوری ما بلکه تمام کره سیاره رو امروز به تشویش آورده است. ما باید مبارزه بی‌امان در یک جایگی سرجم شده از یک گریبان سر برآورده تمام اهل جامعه خود مقابله کرده بودند. ما نیز در آینده نزدیک در همین سال 2020 بسیار ملاقات و مخوری‌ها میتودهای نو را برای همانیم که ملاقات و مخوری‌های در وقتی که ما ملاقات با خود میگذاریم و ما کشتی جامعه در همون طور یک چند ملاقات میگذاریم با همون تعاون هست. ما تصمیم گرفتیم که از همون استخوان‌ها سر کرده از استخوان‌های همه استخوان‌ها کارخانه‌ها بازار و خانه به خانه تقسیم شده. والنتیرها چیزی که گفتیم در بالا ذکر کردیم فعالیت والنتیرها خیلی نظر است. مسئله دیگری که به آن توجه کرده شد نشأه‌مندی بین جوانان بود. گفته شد وضع نشأه‌مندی بین جوانان در ولایت در سال 2019 147 حالت به قید گرفته شده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 3 حالت زیاد می باشد. گرفتاران بیماری‌های ویروسی نارسایی مسئولیت آدم در دوره حساباتی 64 حالت به قید گرفته شده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 4 حالت خوشبختانه کم است. از این مقدار گرفتاران 33 نفرشان را زنان تشکیل می‌دهند. ذکر گردید در نشست مطبوعاتی. بنیاد عائله‌های جوان در ولایت 18881 عدد به قید گرفته شده. جداشوی عائله‌های جوان متاسفانه افزوده است. مسئله دیگری که در نشست مطبوعاتی سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت به آن توجه ظاهر گردید به جای کاری تامین گردیدن جوانان بود. گفته شد دوام سال 2019 در شهر و ناحیه‌های ولایت 8237 نفر جوانان بیکار به قید گرفته شدند که نسبت همین دوره سال گذشته 694 نفر زیاد می‌باشند. ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت دوام سال 2019 جهت عملی گردانیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان و درباره تربیت جسمانی و ورزش کارهای زیادی را به انجام داده. من بعد نیز برای عملی گردیدن دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و سپارش‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده فعالیتش را به راه ماندنی است. گزارش سینا غفوری، نادر نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.